یه محل اقامت آقای کروبی رو شکستن. کاملا درسته. سنگ و آجر پرتاب میکنن به سمت شیشه های اون خونه، اون بنده خدا رو میشکنن اونجا. بعد تا 4 ساعت این خونه محاصره اینا بوده که دیگه ساعت 11 شب یگان ویژه استان قزوین با کمک فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی اینکه خیلی هم اظهار ناراحتی میکردن از این موضوع، اونجا وارد میشن که موفق میشن آقای کروبی رو سوار ماشین زرهی کنن، از تو پارکینگ بیارن بیرون. گفته می شود که به محض ورود آقای کروبی به قزوین پیامک‌هایی به برخی مشترکین ارسال شده و آدرس محل اقامت ایشون هم ذکر شده. این پیامک‌ها از سوی چه کسانی بوده و آیا فکر می‌کنید ارسال این پیامک‌ها باعث گرد آمدن عده‌ای برای اهانت و درگیر شدن با تیم محافظ آقای کروبی شده؟ کاملا درست. از همون روز ظهر شروع میکنن SMS میزنن این ور اون ور و شروع میکنن نیروهاشون رو جمع کردن. چون الان طبق اخباری هم که ما داریم فرماندهان سپاه استان قزوین در این مراسم حضور داشتن که مردم اصلا شناساییشون کردن، الان اسامیشون تو سایت‌ها خورده. یعنی کاملا یک کار تشکیلاتی از ظهر شروع میکنن به جمع‌آوری نیروهاشون از پایگاه‌های بسیج. بله، آیا کسانی آسیب دیدن در این حادثه و گفته میشود که به سمت اتومبیل آقای کروبی شلیک شده؟ فکر می‌کنید چه کسانی اسلحه داشتن؟ ببینید جمعیت 400-500 نفره بودن که من از قول محافظین و همراهان ایشون میگم. گفت طوری بودن که اصلا سلاحشون خیلیشون سلاح داشتن. چون میگم فرماندهان نظامی و استان بودن و اینا. این 400-500 نفر وقتی ماشین از مابین اینا رد بشه، 2 تا تیر به سمت ماشین شلیک کردن، یکی از عقب یکی از جلو. اینکه چون ماشین زرهی فابریک خیلی خوبی بود و اینا، این فقط اون شیشه های خارجی این ماشین زره میشکنه میریزه پایین و شیشه جلو هم ترک شدید برمی‌داره. یعنی اگر ماشین کاملا زرهی کامل نبود که اصلا باعث آسیب و شاید اصلا صدمه بسیار جدی به سرنشینان اتومبیل میشد. آیا دوست دارید از وضعیت سلامت آقای کروبی بگید و اینکه ایشون الان در چه موقعیتی هستن؟ من وقتی دیشب ایشون از قزوین برگشت دیدم به مراتب روحیه‌شون خیلی خوب بود که هیچ مبالغه نمی‌کنم با روحیه 7 ماه پیششون قبل از انتخاب هیچ فرق نکرده بود که به مراتب مصمم‌تر و قوی‌تر شده روحیه‌اش.